خیلی خوش اومدید به این ویدیو. داخل این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم که پول مفت در بیارید. پول مفت در بیارید، برید عشق کنید. اولا قدم اول میرید یه ماشین پیش پا افتاده دوزاری میخرید. خب بعد میرید تکیش میکنید. الان مثلا من نگاه کنید، اینو حالا تو نسخه اصلی $15,000 هست. حالا $15,000 ببینیم چقدر سود میکنیم. خب اولین قدم که رفتیم ماشین خریدن. حالا دومین قدم میرید توی گوگل سرچ میکنید گیم گاردین و اولین گزینه یا دومین گزینه فارسی ویدو میزنید. سایت فارسی وید خیلی سایت خوبیه و دانلودش میکنید. میرید، شاید گوشیتون روت نباشه، روت باشه، حالا نمیدونم. اگه روت نبود میاید این برنامه رو نصب میکنید. این برنامه وقتی اینو نصب کردید میرید توش و بازی مورد نظر انتخاب میکنید همراه با گیم گاردین میزنید روش و شروع به کار رو میزنید. شروع. و حالا میرید توی بازی مورد نظرتون. حالا اکثرا میزنن کار پارکینگ که الان من داشتم بهتون میگفتم. وقتی رفتید توش، حالا من اینجاش کات میکنم. خب وقتی گیم گاردین رو نصب کردید و تو اون برنامه اجراش کردید، میرید داخل گاراژ و میرید کاستومینگ ماشین، یعنی تغییر ماشین. چرا ماشین اینجور شد؟ خب میرید توی بادی. خب بعدش اگه سپر نداشت میرید توی یه ماشین که سپر داره. مثلا به عنوان مثال این. میرید توی یه ماشین که سپر داره و سپر دوم میزنید. میرید تو گیم گاردین با کار پارکینگ انتخاب میکنید. روی این میزنید اینجا، همین کنار بک‌گراند گیم گاردین. حالا اولین ضربه یعنی محدود حافظه رو میزنید و همه این تیکا رو برمیدارید به غیر از این و ذخیره رو بزنید. اینجا رو گوش کنید، ذخیره. اگه چیز دیگه بزنید کارتون ساخته است. و حالا وقتی زدید یه بار میاد بیرون، دو باری سپره رو میزنید. حالا چند بار بزنید مهم نیست. میایید دوباره داخلش و میرید روی ذره بینه و نگاه کنید سپر دو رو زدید، یک رو سرچ میکنید جستجو جدید و اگه صفحه براتون اومد آبیه رو بزنید. وقتی زدید روی سپر سومی و سرچ میکنید دو، نگاه کنید اگه بخواید سپر یعنی انگاری یکی کمش میکنید. الان من سپر 3 رو زدم، 2 رو سرچ میکنم و حالا برای بار دوم پالودن رو میزنید. اینجاش خیلی مهمه. و اینجا برای بار چهارم سوم میزنید 3. یعنی نگاه کنید این سپر چهارمه. برای این میگم که گیج نشید. سپر چهارمه، الان 3 رو میزنید و دوباره پالوده. فقط اولیه رو جستجو جدید میزنید و حالا میاید بیرون، میرید توی ماشین اولیه و حالا میریم پکش. اولین قدم میاید میزنید روی این و حالا اینجا کدو میزنید توی این مداده که بغل ذره بین میزنید روش و حالا هر کدی که میخواید از 1 داره تا 50 یه کدی میزنید. مثلا من الان 6 رو میزنم. 6 خیلی قشنگه. 6 رو میزنم، میخرمش. اینجا میریم بیرون و حالا ماشین رو عوض میکنیم، دوباره میریم روش. ببینید که هک شد.
و حالا برای بال عقب حک کردن روی ماشینی که اون باله رو داره، اون بال دلخواهتون رو داره کلیک میکنید. مثلا اگه نداشت با حتما بخریدش دیگه. اینم از شانس ما. امیدوارم که ماشین گرونی نخواهید مگه بدبخت میشید. الان من مثلا حکش کردم ولی ماشین گرون میخوام، پس مشکلی نیست. الان مثلا دومش بالا خوب داشت. خب الان دیگه داریم بهش میرسیم. اینجا بود. اینجا این بالی که بهتون معرفی میکنم واقعا قشنگه. خب و میرید دوباره تو کاستومایز. این ماشینیه که میخوایم عروش کپی بریم ها، خود ماشینه نیست. و حالا بال مورد نظرتون رو میزنید، مثلا من این، و حالا چند بار روش کلیک میکنید، مهم نیست چند بار. و حالا تو گیم گاردین اولین گزینه براتون میاره توی این بنفشا. اولین گزینه میگه 148 کد این چیزه بالا. حالا 148 رو تو ذهنتون حفظ میکنید، 148 و میاد اینجا میزنید روی بال آخری و 148 رو روی این کنار ذره بینه، یعنی ذره بینه نه کنارش، یعنی 148 فکر کنم درست داده باشه. و حالا میخریدش و میاد بیرون، دوباره ماشین رو عوض میکنید و بفرما. حالا همین ماشین رو که ما $15,000 خریدیم ببینیم چند میفروشیم. خب وقتی سرور براتون اومد میرید همون، اصلا موتورش هم مهم نیست، اگه میخواید موتورش هم حک کنید گرون تر بفروشید دیگه میتونید موتورش رو حک کنید. و بچه ها بعضی ماشینا مثل همین این ماشینه فقط تو گاراژ این باربنده میاد. این الان یه خطا داده، حالا خطای همیشگیه ها، یه خطا داده باربنده نیستش، ولی بهتر میشه چون کسی که میخرتش خریدش راضی میشه، چون دوباره وقتی میره تو گاراژ میبینه که هنوز قابلیت جدید هم داره. اینجا کم پوزشو به روی میدید که مردم جلو توجهشون بیاد بکنه. حالا میرید میفروشیدش. یه قره مثلا مثل قره کشی هم 1 2 3 میکنید و حالا میزنید مثلا من 5 میلیون و میخرید، یعنی فروختش اشتباه بود. و حالا به همین سادگی الان ما $15,000 ماشین رو خریدیم و یه 5 میلیونی فروختیم دیگه. حالا اینجاش بستگی به شانستون داره، شاید دیگه ماشینی رو ازتون نخرن، شاید بخرن. خب بچه مرسی که این ویدیو رو دیدید تا آخر و امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده شد. تا ویدیوی بعدی، بای بای.